خدایا، صبحگاهان از درگاه تو طلب می کنم تا روزم را با رحمت و برکت آغاز کنم. ای پروردگار، تویی که در هر لحظه مراقب بندگانت هستی، به من نیرو و عزم بده تا در مسیر درستی گام بردارم. هر گونه نگرانی و اندوه را از دلم بردار و به من صبر و امیدی تازه بخش. خدایا، دل و جانم را با نور هدایت خود روشن کن و به من توانایی بده تا روزی سرشار از برکت و آرامش را پشت سر بگذارم. پروردگارا، در این روز به من توانایی بده تا هر گام که برمی‌دارم در جهت خدمت به تو و انسان‌ها باشد. با یاد تو دلهای ما به آرامش میرسد و با نور هدایت تو راه‌هایمان روشن میشود. ای پروردگار، امروز را به دست‌های مهربان تو می‌سپارم. هر قدمی که برمی‌دارم با اعتماد به قدرت تو باشد. تو همیشه یار و یاورم بوده‌ای و امیدوارم در این روز جدید دست‌های تو پشتیبان من باشد.